6 سال تموم اسارت و بردگی، 6 سال تموم زجر و آسیب و تجاوز به یه مادر و دختر توسط یه مریض جنسی، اونم تو شرایطی که شبیهش توی فیلم‌ها و پرونده خارجی قفله. از زندانی کردن چند ساله مادر دختر تو فضای تاریک و خفه کنار حیوونا تا تحقیر و تجاوزات متعدد مریضگونه به اونا و چندین فرار ناموفق که هر بار زندگی رو برای قربانیان این پرونده سخت‌تر میکنه. برای فهمیدن ماجرای قتل و تجاوزات عجیب پرونده مریم زن اهوازی شما رو به دیدن این ویدیو از کانال انتقام دعوت میکنم. اسفند ماه سال 1401 حوالی بامداد مرکز فوریت‌های پلیس شهر اهواز یه تماس نگران کننده دریافت میکنه. خانومی به شدت ترسیده گزارش تیراندازی و شنیدن صدای شلیک 3-4 تیر رو از خونه همسایه‌شون میده. اپراتور پلیس سریعاً آدرس رو دریافت میکنه و بلافاصله گشت کلانتری و اورژانس به محل اعزام میشن. به محض رسیدن پلیسا همسایه‌ها جلو میرن و مامورای پلیس رو به سمت خونه‌ای که داخلش تیراندازی اتفاق افتاده هدایت میکنن. پشت سر گشت کلانتری نیروهای اورژانس هم میرسن و تو حالت آماده باش قرار میگیرن تا در صورت لزوم بتونن سریع وارد عمل بشن و کارشون رو شروع کنن. مامورین پلیس بعد دادن هشدارهای لازم و دریافت نکردن نشونه‌ای از خونه طبق دستورالعمل مواقع ضروری در رو باز میکنن و وارد میشن. اول حیاط و راهرو رو چک میکنن تا مطمئن بشن کسی داخل خونه کمین نکرده باشه و بعد داخل خونه میرن. اونا میونه جستجو داخل یکی از اتاق خوابا به مردی میرسن که زخمی روی زمین افتاده. از ناحیه پهلو و سینه مورد شلیک اسلحه قرار گرفته و به سختی نفس میکشه. کادر اورژانس سری خودشونو بالا سر مرد میرسونن و با توجه به وخامت حالش بعد از انجام اقدامات اولیه درمانی اونو به بیمارستان امیرالمومنین اهواز منتقل میکنن. در اولین قدم مأمور ارشد گشت کلانتری از آگاهی اهواز درخواست میکنه تا قاضی کشیک قتل و تیم بررسی صحنه به محل اعزام بشن. بعدم مأمورای پلیس سراغ همسایه‌ها میرن تا اظهاراتشونو در پرونده ثبت کنن. یکی از همسایه‌ها که خونش تقریباً با محل واقع فاصله داره تعریف میکنه: ما صدای اسلحه رو به وضوح بقیه نشنیدیم. وقتی اومدیم تو کوچه همه همسایه‌ها ریخته بودن بیرون. هر کسی یه چیزی میگفت. یکی میگفت 2 بار بوده و یکی میگفت بیشتر از 5 تا شلیک بوده. من صبحونه رو میشناختم. آقا کریم. چیز بدی ازش ندیده بودم. همسایه‌ها قبولش داشتن. دستش به خیر میرفت و شنیده بودم به خیلیا کمک میکنه. زنی که ساکن خونه روبروی کریم بودم به پلیسا میگه: من وقتی صدای اولین تیر رو شنیدم سریع اومدم پشت پنجره. بعد اون 2 شلیک دیگه انجام شد. کلاً 3 بار صدای شلیک اومد. پلیس از این زن میپرسه آیا کسی رو دیده که از خونه خارج بشه؟ که زن ابتدا با ترس و تردید جواب منفی میده. اما چند لحظه بعد وقتی مأمور پلیس ازش فاصله میگیره دوباره سمت پلیسا میاد و توضیح میده که 2 نفر رو دیده. میگه بعد شلیک سوم 2 نفر با چهره‌های پوشیده عین فشنگ از خونه بیرون اومدن، سوار ماشین شدن و فرار کردن. همین میون که مامورین در حال ثبت اطلاعات و گفته‌های شاهدین بودن، کارشناسان صحنه جرم و قاضی کشیک هم میرسن و مستندسازی و تحقیقات در مورد صحنه جرم شروع میشه. روی قفل در و محل جرم هیچ نشونه‌ای از ورود با زور یا درگیری قبلی دیده نمیشه. انگار افراد مسلح خیلی راحت وارد خونه شدن و کارشون رو انجام دادن. مامورین از صحنه قتل 3 پوکه اسلحه پیدا میکنن و این پوک‌ها برای تحقیقات پلیس ضبط میشه. همچنین لیستی از اموال خونه تهیه میشه تا بعداً توسط اعضای خانواده جهت بررسی فرضیه سرقت چک بشه. همزمان با تحقیقات پلیس زنی گریه کنان سعی میکنه وارد خونه بشه که وقتی پلیس جلوشو میگیره مشخص میشه این زن شیرین همسر کریم همون مرد مجروحه. مأمور پلیس از شیرین میپرسه که موقع تیراندازی کجا بوده و شیرین توضیح میده خواهرش ناخوش احوال بوده و رفته بوده خونه اون. تا اینکه یه رو پیش یکی از همسایه‌ها باهاش تماس میگیره و اون متوجه میشه اتفاقی تو خونه‌شون افتاده. تنها ساعاتی بعد خبر میرسه اقدامات درمانی مؤثر واقع نشدن و کریم جونشو از دست داده. بنابراین از اینجا به بعد پرونده تیراندازی که منجر به جراحت یه مرد میان سال شده بود تبدیل میشه به پرونده قتلی که تمام شواهد نشون میداد عامدانه صورت گرفته. روز بعد تحقیقات این پرونده از سر گرفته میشه. آزیتا خواهر شیرین همون فردی که همسر مقتول ادعا میکرد شب حادثه خونه این فرد بوده برای سوال و جواب به اداره آگاهی احضار میشه. آزیتا گفته‌های خواهرش رو تایید میکنه و در ادامه عنوان میکنه:
خواهرم و کریم زندگی خوبی داشتن. جدا از اینکه توی رفاه زندگی میکردن، اینقدر با هم خوب بودن که زبون زده فامیل بودن. من تا حالا نشنیده بودم فردی با خواهرم یا کریم مشکل داشته باشه. با این وجود ممکنه کسی تصمیم سرقت از خونشون رو گرفته و این اتفاق تلخ افتاده. آخه تو خونشون خیلی طلا نگه میدارن. در قدم بعدی شیرین به آگاهی احضار شد تا در مورد خودش و همسرش مورد سوال قرار بگیره و همچنین لیست اموال رو بررسی کنه که مشخص میشه همه طلاهای داخل خونه به سرقت رفته. بازپرس پرونده بعد مطرح شدن فرضیه سرقت دستور فوری بررسی دوربین‌های مداربسته اون محل رو میده تا ردی از سارقین احتمالی به دست بیاره. با بررسی فیلم‌ها تیم جنایی موفق میشن رد 2 مرد که درست بعد تیراندازی از خونه خارج شدن و به دست بیارن. نکته قابل توجه این بود که هیچ کدوم صورتشون رو نپوشونده بودن، یعنی یا اصلاً حواسشون به وجود دوربینا نبوده یا اینکه براشون اهمیتی نداشته. خلاصه پلیس با چهره نگاری و مقایسه تصاویر با بانک اطلاعاتی خودش خیلی زود تونست هویت این 2 نفر رو شناسایی کنه. 2 مرد تقریباً میان سال به نام رضا و سیاوش که سابقه سنگینی داشتن. طی مدت زمان کمی هر دوی این افراد طی عملیات جداگانه دستگیر رو به اداره آگاهی اهواز منتقل شدن تا بازجویی ازشون صورت بگیره. در پی این دستگیری هم پلیس موفق شد از محل سکونت سیاوش 2 کلت کمری که احتمالاً آلت قتل پرونده کریم بودن و پیدا کنه و اونا رو برای انگشت نگاری ضبط کنه. توی بازجویی اولیه هر 2 مجرم ارتباط خودشون با قتل و تیراندازی خونه کریم رو انکار میکنن. ولی وقتی فشار بازجویی بیشتر میشه رضا به حرف میاد و برای بازجو ماجرا رو تعریف میکنه. ما از طرف شیرین و آزیتا این کار رو انجام دادیم. من و سیاوش جفتمون از کریم پول طلب داشتیم و یه مدت بود که برای پس گرفتن پولمون سراغ کریم میرفتیم، ولی اون هی ما رو دست به سر میکرد. تا اینکه 2 ماه پیش ما رفتیم سراغ همسر کریم تا شاید یه فرجی بشه و اون پول ما رو بده. اول شیرین خانم بهمون گفت کریمو راضی میکنه تا پولمون رو بده و بهمون زنگ میزنه. اما وقتی با همون تماس گرفت و رفتیم خونشون، اون و خواهرش به ما وعده دادن که اگه کریمو از بین ببریم مانع این میشن که ما مجازات سنگینی بشیم و پول هنگفتی هم بهمون میرسه. تقریباً 10 برابر پولی که کریم به ما بدهکار بود. برنامه اون شبم خود شیرین چید. قرار شد عصر اون روز شیرین و پسرش برن خونه آزیتا و کلید خونرم بدن به ما تا ما بی درد سر وارد بشیم و کار کریم رو تموم کنیم. اون شب من و سیاوش هر 2 کلت داشتیم، اما من رفتم سراغ برداشتن طلاها و سیاوش رفت تا کار کریم رو تموم کنه، چون اون با کریم سر همین طلبش دعوا داشت و پول بیشتری هم ازش میخواست. وقتی بازپرس از رضا میپرسه انگیزه شیرین و آزیتا از قتل کریم چی بوده، رضا میگه جفتشون دنبال پول بودن. میگفتن کریم اموال زیادی داره که اگه تقسیم بشه هممون میتونیم راحت زندگی کنیم. علاوه بر این ماجرا من از حرفاشون فهمیدم که انگار کریم همسرشو خیلی اذیت میکرده و شیرین از دستش آسی شده بوده، ولی آزیتا فقط دنبال پول بود. مأمور پلیس از اعترافات رضا توی اتاق بازجویی سیاوش استفاده میکنه و به سیاوش تذکر میده که هم دستش به همه چیز اعتراف کرده و اگه اون اعتراف نکنه تمام جرم گردنش میفته. سیاوش هم از ترس اینکه مجازاتش سنگین‌تر بشه شروع میکنه به توضیح دادن و میگه من تنها وقتی کریم با چاقو به سمتمون حمله ور شد به پهلوی اون شلیک کردم. اون رضا بود که به سینه کریم شلیک کرد و کارش رو تموم کرد. ما مشکل بزرگی با کریم نداشتیم که بخوایم بکشیمش. ما فقط پولمون رو می‌خواستیم. بعد اعترافات رضا و سیاوش بازپرس پرونده دستور بازداشت فوری شیرین و آزیتا رو صادر میکنه. اون 2 به اداره آگاهی اهواز منتقل میشن و در اتاقای جداگانه تحت بازجویی قرار میگیرن. شیرین همسر مقتول ابتدا همه چیزو انکار میکنه و میگه شب پیش خواهرش بوده و هیچ دخالتی توی قتل شوهرش نداره. حتی میگه اون 2 مرد رو نمیشناسه و اونا برای توجیه سرقت و قتل خودشون این داستانو سرهم کردن. آزیتا هم میگه اگه مشکلی وجود داشته باشه اختلافات عادی خانوادگی بوده که نمیتونسته دلیلی برای قتل باشه. بعدم هر گونه رابطه با رضا و سیاوش رو تکذیب میکنه. با توجه به اظهارات این 2 خواهر بازپرس پرونده دستور میده شماره تلفن اونا بررسی بشه تا ثابت بشه واقعا ارتباطی با سارقین داشتن یا نه. به محض مشخص شدن جزئیات بیشتری از این پرونده و وجود تماس‌ها و ارتباطاتی بین سارقین و این 2 خواهر، آزیتا و شیرین تو بازجویی‌های بعدی حرفای خودشون رو نقض میکنن و سعی میکنن جرم و گردن هم بندازن. شیرین میگه
نقشه قتل کریم و آزیتا کشید. خواهرم میدید که این اواخر چقدر زندگی برام سخت شده بود. نزدیک 1 سال بود که کریم داشت بهم خیانت میکرد. با زنای مختلف رابطه داشت و به یه مریضی روانی به اسم اسکیزوفرنی هم مبتلا شده بود. مدام توهم میزد و کارای عجیب میکرد. آزیتا میخواست من و پسرمو از دستش نجات بده و به منم گفت با نقشه قتلش مخالفتی نکنم و بذارم کریم از بین بره تا من نفس راحت بکشم. من عذاب وجدان داشتم ولی به خاطر بچم قبول کردم. کریم بچمو خیلی اذیت میکرد. طاقت نداشتم ببینم بچم هر روز کتک میخوره. بعد اظهارات شیرین، آزیتا روایت ترسناکی رو به این پرونده اضافه میکنه. روایتی که این پرونده رو به یکی از وحشتناکترین پرونده‌های چند سال اخیر تبدیل میکنه. آزیتا میگه خواهر منم قربانی کریم و کثافتکاریاشه. نقشه قتل رو شیرین کشید اما دستورش رو یکی دیگه داده بود. شیرین چون میترسید منو در جریان این ماجرا گذاشت. یکی دیگه شیرین رو تهدید کرده بود که اگه کار کریم رو تموم نکنه ممکنه خودش و پسرش قربانی بشن. یه زن به اسم مریم که از قدیم با کریم مشکلات مالی و خانوادگی داشت. اینجا پای مظنون 5 به این پرونده باز میشه و بازپرس پرونده با اطلاعاتی که از آزیتا و شیرین راجع به مریم به دست میاره دستور دستگیری فوری مریم رو صادر میکنه. زمانی که پلیس مکان مریم رو از طریق شماره تلفن همراهش ردیابی میکنه متوجه میشه مریم به اصفهان رفته و از اهواز خارج شده. نیروهای اداره آگاهی اهواز با همکاری آگاهی اصفهان موفق میشن این زن رو دستگیر کنن و به بازداشتگاه اهواز منتقل کنن تا بازجویی از مریم صورت بگیره. توی بازجویی اولیه از مریم وقتی پلیس ازش میپرسه آیا ارتباطی با قتل کریم داره یا نه، زن که به نظر میرسه از لحاظ جسمی توی شرایط خوبی نیست به پلیس میگه یه نگاه به من بکنید، به نظرتون من در شرایطی هستم که بخوام کسی رو برای قتل کریم اجیر کنم؟ مریم حرفاشو ادامه میده و میگه توی این شرایط بهتره بگم کار من نبوده و ربطی به این ماجرا ندارم. ولی من خوشحالم که کریم مرده و امیدوار بودم زودتر این اتفاق میافتاد. زمانی که منو دستگیر کردن اصفهان بودم ولی قرار بود یه روز برگردم از کریم و شیرین و همه خانواده‌اش انتقام بگیرم. من هیچ ربطی به ماجرای تیراندازی اون شب ندارم. خبر نداشتم که کریم کشته شده تا زمانی که آزیتا بهم زنگ زد و گفت که کریم توی بیمارستان امیرالمومنین جونشو از دست داده. من و دخترم بالای 6 سال تو خونه این مرد زندانی بودیم. زمانی که آزار کریم شروع شد دخترم 1.5 سال بود و الان 10 سالشه. بازپرس پرونده از گفته‌های مریم تعجب میکنه و ازش میخواد ماجرا رو با تمام جزئیات تعریف کنه. مریم در حالی که معلوم بود از یادآوری آزارهای کریم در عذابه شروع میکنه به تعریف کردن. بابام تو سن کم شوهرم داد. اونم به کسی که نه سنش به من میخورد و نه تا حالا دیده بودمش. وقتی رفتم سر خونه زندگیم خیلی زود باردار شدم و 1 سال از عقدم نگذشته بود که دخترم به دنیا اومد. دخترم 2-3 ماهش بود که فهمیدم شوهرم توی کار مواد مخدره. من بارها ازش خواسته بودم دست از این کار برداره و بذاره سالم زندگی کنیم ولی گوشش بدهکار نبود و آخر سر بعد چند ماه پلیس هممون رو دستگیر کرد. زندان برای منی که یه نوزاد شیرخواره داشتم خیلی سخت بود و مدام نگران دخترم بودم ولی هیچ مال و اموالی نداشتم که بخوام برای آزادیم وثیقه بذارم. بنابراین از داخل زندان با پدرم تماس گرفتم و گفتم اگه آدم پولداری رو میشناسه رازیش کنه برام وثیقه بذاره و من از زندان آزاد شم. بهش قول دادم که وقتی از زندان بیام بیرون کار میکنم و پول اون فردو پس میدم. 1 هفته نگذشت که بابام اومد ملاقاتم و گفت وثیقه رو جور کرده و همین روزاست از زندون بیام بیرون. همینم شد که کاش نمیشد و توی اون 4 دیواری میموندم و میپوسیدم. مریم یه جوره آب میخوره و دوباره حرفاشو ادامه میده. وقتی آزاد شدم بابام با یه مرد میان سال جلوی زندان منتظرم بود. کریم بود. بابا با وقاحت تمام بهم گفت که در ازای یه مغازه منو به این مرد فروخته و باید همراهش برم. عصبانی شدم و گفتم ولی من شوهر دارم. اما معامله انجام شده بود. دخترم هم پیششون بود و بدون دخترم حتی نمیتونستم فرار کنم. بابام اون لحظه حتی وای نستاد ببینه قراره چی به سرم بیاد و رفت. سوار ماشین کریم شدیم. با یه سانتافه سفید اومده بود. توی راه بهم گفت که اگه دختر خوبی باشی اذیت نمیشی و کلی هم بهت خوش میگذره. اما اگه بخوای اذیت کنی کاری میکنم آرزوی مرگ کنی. من نمیدونستم با چه آدمی طرفم. اون از اول مسیر شروع کرد به دست دادن به بدنم و زدن یه سری حرفای بد بهم. اما وقتی فهمید قرار نیست باهاش راه بیام و ممانعت میکنم برای اذیت کردن من بیشتر تحریک شد. بغل خیابون ترمز کرد و شروع کرد به دستمالی کردنم.
من زجه میزدم و بهش التماس میکردم. گفتم من شوهر دارم، خدا رو خوش نمیاد، ولم کن برم. گفت خریدمت، کجا ولت کنم؟ بعد هم تهدیدم کرد اگه کسی از این ماجرا بویی ببره وثیقمو پس میگیرم و حتی خودت و دخترتو از این دنیا راحت میکنم. بعد چشای منو بست و تا مدت‌ها اون آخرین خاطره من از نور آفتاب بود. کریم منو برد خونش و توی اتاقه که به نظر زیر زمین می اومد و حتی پنجره اونو کامل پوشونده بود تا نوری نیاد رها کرد. فقط کنار کانال کولر یه دریچه بود که خود کریمم از اونجا وارد می شد، اما از وقتایی که خودش می اومد. اون جلوی چش دخترم بهم تجاوز می کرد و جلوی چشم به دخترم که اون موقع فقط 1.5 سال بود تجاوز می کرد. من که طاقت دیدن اون لحظاتو نداشتم سرمو به دیوار میکوبیدم و موهامو میکشیدم، اما کریم وقتی حال بد منو میدید هارتر و وحشی‌تر میشد. بهش میگفتم هر جور شده بابامو پیدا میکنم و بهش میگم، ولی اون در جواب حرفام میخندید و میگفت فکر کردی بابات برات کاری میکنه؟ خرجش یه مغازه دیگه است تا دهنشو ببندم. یه بار اونقدر برام غذا نیاورده بود که دخترم از گرسنگی داشت از حال میرفت که سر و کله خود بی‌ناموسش پیدا شد. ازش خواهش کردم تا بچم هلاک نشده یه تیکه نون بهمون بده که گفت اینجوری خالی خالی که بهتون غذا نمیدم، اول باید خودم و حسابی سیر کنم تا شاید بعدش به شما چیزی برسه. اون بیشرف جلوی چشم اونقدر به دخترم تجاوز کرد که دخترم از افت فشار بیهوش شد. بعد اون همه آزار و اذیت یه روز زدم به سیم آخر و به نحوی موفق شدم با دخترم از دریچه کنار کولر بیام بیرون تا فرار کنم، اما کریم در جا ما رو دید و دوباره انداختمون همونجا. چند روز بعدم لونه کبوتری بالا پشت بوم ساخت و ما رو برد اونجا. من و دختر طفل معصومم تا مدت‌ها کنار حیوونا زندگی می‌کردیم. یه بار با کلی خواهش از کریم نمک گرفتم و دور جای خواب دخترم ریختم تا فضله حیوونا پوستشو زخم نکنه. به خیال خودم داشتم ازش مراقبت می‌کردم. اون همه کار با ما میکرد. وقتی میخواست بهم تجاوز کنه و من مقاومت میکردم، برای عذاب کشیدنم دست روی بچم بلند میکرد و به اون طفلی تعرض میکرد. انگار شوهرم بعد آزاد شدن از زندان خیلی دنبال ما گشته بود. حتی رفته بود از بابام پرسیده بود چه بلایی سر ما اومده که بابام هیچی بهش نگفته بود. با این وجود اون از طریق دادگاه آدرس خونه کسی که برامون وثیقه گذاشته بود و پیدا کرد تا شاید از طریق اون ردی از ما به دست بیاره که موفقم شد. کریم وقتی درو باز کرد و فهمید شوهرم پیگیر شده، اول عذرخواهی کرد و گفت 1-2 دقیقه منتظر بمونه. بعدم زنشو فرستاد بالا تا دهن منو ببنده. تصور کنین شوهرم پشت در خونه بود و من با دهن بسته نمیتونستم ازش کمک بخوام. بعد از اون وقتی که کریم میخواست به ما تجاوز کنه یا اذیتمون کنه، بعضی وقتا زنشم باهاش میومد و میشست و با لذت نگاه میکرد. حتی خودشم ایده میداد تا کریم چطوری بهمون تعرض کنه تا بیشتر زجر بکشیم. دوران کرونا یه بار زن و بچه کریم مریض شدن و متوجه شدم همگی رفتن بیمارستان. منم ناامید از همه جا چند تا ضربه به در اون لونه کبوتری زدم. در لونه باز شد و من از تعجب خشکم زد. اما دخترم از خواب پرید و وقتی دید تونستم درو باز کنم گفت مامان تو رو خدا بیا فرار کنیم. به خودم که اومدم دیدم بدون روسری و کفش با دخترم زیر پل آمری اهواز وایستادیم. حتی نمیدونستم کجا باید برم. بعد 20 دقیقه یادم اومد خونه همسرم تو محله لشکرآباده و یه ماشینم ما رو سوار کرد تا اونجا رسوند. وقتی شوهرم وضع ما رو دید زانوهاش سست شد. بهم گفت که همه جا دنبالم گشته ولی پیدام نکرده. من ماجرا رو براش تعریف کردم و اونم شروع کرد به گریه کردن. تصمیم گرفته بود بره پیش پلیس و همه چیزو تعریف کنه. اما من منصرفش کردم و بهش گفتم کریم تهدیدم کرده که دخترمونو میکشه و منو برمیگردونه زندان. نمیخواستم دخترم بازم بی مادر بشه. چند وقتی پیش شوهرم بودم تا اینکه اون بهم گفت تو دست خورده شدی. من دیگه نمیخوام، تو باید از هم جدا بشیم. هیچ جا رو نداشتم که برم. با یه بچه آواره شده بودم. فقط تونستم یه چادر مسافرتی بگیرم و با دخترم راهی اصفهان بشم. رفتم اصفهان چون میترسیدم بازم کریم بیفته دنبالم. به محض رسیدن توی یکی از پارک‌های اصفهان چادر زدم و بعد یه مدت توی یه نون فانتزی فروشی شروع به کار کردم. یکی از همکارام که دختر جوونی بود وقتی اوضاع زندگی منو فهمید بهم گفت که برادرش یه خونه داره که من و دخترم میتونیم بریم اونجا زندگی کنیم. اینجور شد که من با برادرش آشنا شدم و با هم ازدواج کردیم. من دوباره صاحب فرزند شدم و پسرم الان 3 سالشه.
پسرم که به دنیا اومد بعد یه مدت برای اینکه وام ازدواجمون رو بفروشیم راهی اهواز شدیم تا کارهای اداری فروشش رو انجام بدیم. شوهرم جلوی بانک اهواز نگه داشته بود و منتظر بودم کارهای فروش وامو انجام بده و برگرده. من و بچه‌هام کنار ماشین نشسته بودیم که ناگهان چشمم خورد به کریم و شیرین. از ترس یخ کردم. فرصت فرار نداشتم. اونا به سرعت به سمتم اومدن، تو صورتم اسپری فلفل زدن و منو دوباره بردن به همون شکنجهگاه لعنتی که 1.5 سال پیش ازش فرار کرده بودم. این دفعه کریم همه جای پشت بومو برام تله فلزی گذاشت که اگه پام روش میرفت در جا از برق گرفتگی خشک میشدم. کریم یه پسر داشت که دلش به حالم میسوخت. اون تنها فردی بود که توی اون خونه هیچ وقت از آزارم خوشحال نمیشد. یادم یه روز اومد و بهم گفت من کلید لونه رو از دست کلید بابام میدزدم و بعدم تو رو فراری میدم. فکر میکردم اینا رو واسه دلخوشیم میگه، ولی واقعا این کارو کرد. اون روز با کلید در لونه رو باز کردم و از پشت بوم خونه کریم پایین پریدم که جفت پاهام شکست. وقتی خودم رو انداختم پایین همسایه ها جمع شدن دورم و بهشون التماس کردم که به پلیس زنگ بزنن. مدام قسم میخوردم که اینا منو زندانی کردن، ولی کریم بهشون گفت من یکی از فامیلای زنشم و چون اعتیاد دارم قصد فرار از خونه رو کردم. کریم دوباره منو برگردون به خونش، اما حتی منو بیمارستان نبرد و خودش و زنش تو خونه پاهامو گچ گرفتن. به خاطر همینه که پاهام کج شدن و شاید هیچ وقتم درمان نشم. بعد فرارم بازم برگشتم به نقطه اولم تا اینکه چند هفته پیش آزیتا خواهر شیرین اومد بهم گفت میخواد کمکم کنه فرار کنم. یه جوون کفترباز و اجیر کرد بیاد فیوز برق و قطع کنه تا طلایی که کریم برام گذاشته از کار بیفته و فرار کنم. بالاخره یکی بهم کمک کرده بود واقعا آزاد شم. بلافاصله بعد آزادیم راهی اصفهان شدم تا همسر و بچه‌هامو پیدا کنم. ولی این بار پلیس دستگیرم کرد تا برم گردونه به زندانی که همیشه ازش میترسیدم. گفته‌های مریم وحشتناکتر از حد تصور بود. کریم مردی که توی اظهارات اولیه همسایه‌ها چیزی جز خیرخواهی و محترم بودن دربارش نگفته بودن، انسانی بود که زنده موندنش به نفع جامعه نبود. شیرین زنی که ساعات اولیه جنایت از شوهرش تعریف کرده بود و خودشو مظلوم جلوه داده بود، شاهد تمام ظلم‌هایی بود که شوهرش در حق مریم و یه دختر بچه تقریباً 1 ساله کرده بود. بررسی تماس‌های شیرین و آزیتا مشخص می‌کرد که اونا با رضا و سیاوش چندین بار تماس گرفته بودن و فرض پلیس این بود این دو زن با کشتن کریم از مدت‌ها قبل برنامه‌ریزی کرده بودن و شاید تنها دلیل این که آزیتا به مریم کمک کرده بود فرار کنه این بود بعد قتل کریم بتونن جرم و گردنش بندازن. پلیس دنبال مدارک و شواهدی میفته که اثبات حرفای مریم باشن و بتونن ثابت کنن حرفای مریم مبنی بر آزار و اذیت‌های وحشتناک کریم صحت داره. در همین راستا مریم برای معاینه به پزشکی قانونی فرستاده میشه. در ادامه شیرین دوباره تحت بازجویی قرار میگیره و در مورد ادعاهای مریم به پلیس میگه وقتی کریم این دختر رو آورد خونه من نمیدونستم قصدش چیه. بعد که فهمیدم کریم به زور منو میشون اونجا تا ببینم چی به سرشون میاره. یه بار میخواستم به پلیس بگم ولی کریم فهمید و تهدید کرد که اگه به کسی بگم زندم نمیذاره و مجبور شدم سکوت کنم. پسر نوجوان کریم هم برای بازجویی به آگاهی احضار میشه و با نظارت بازپرس ویژه نوجوانان ازش سوالاتی راجع به مریم پرسیده میشه. اون تعریف میکنه من دلم برای مریم میسوخت. بابام مدام کتکش میزد و بهش فحش میداد. یه بار بهش گفتم که کلید لونه رو واسش میارم تا خودشو نجات بده، ولی وقتی مریم درو باز کرد و فرار کرد بابام فهمید و دوباره برش گردوند. بعدش هر دومونو مجازات کرد. یه شبانه روز کامل دور پاهای من و مریم رو زنجیر کرد و ما رو بس به میله آهنی و اونجا زندانیمون کرد. وقتی از مریم میپرسیدم چطور داره با پای شکستش اون شرایط رو تحمل میکنه، مریم فقط گریه میکرد. بعضی وقتا که به مامانم میگفتم چرا نمیریم پیش پلیس، مامانم دعوام میکرد و میگفت تو کار بزرگترا دخالت نکنم. نتیجه بررسی کلت‌های کشف شده از متهمین نشون میداد اثر انگشتای روی اسلحه ها متعلق به رضا و سیاوش و اینکه از یه اسلحه 2 بار و از اون یکی یه دونه گلوله شلیک شده ثابت میکرد که هر 2 نفر در این قتل دست داشتن، چون تیرهای بیرون اومده از جسد هم با تیرهای اسلحه ها مطابقت داشت.
با توجه به فرضیه فراری دادن مریم توسط آزیتا، قرار بازجویی از آزیتا گذاشته میشه و بازپرس پرونده دلیل فراری دادن مریم و از اون جویا میشه. آزیتا میگه چون دلم براش سوخت فراریش دادم. من بارها تلاش کرده بودم به خواهرم بفهمونم باید بره پیش پلیس و کریمو لو بده، ولی خواهرم تصمیمش چیز دیگه ای بود. خواهرم قبل به قتل رسیدن کریم بهم گفت که مریم از اصفهان بهش زنگ زده و گفته یا باید باهاش همکاری کنه و کار کریمو تموم کنه یا مریم خودش برای انتقام برمیگرده و به جز کریم پسرشم جلوی خودش قربانی میکنه. بعد اینکه مریم رو فراری دادم، کریم تقریباً بیخیال شده بود و لونه کبوتر رو خراب کرد و بالا پشت بوم رو تمیز کرد. ما فهمیدیم که دیگه قصد نداره دنبال مریم بره، اما فکر کردم بابت اینکه زندگی این زن رو نجات دادم ازم قدردانی میکنه، نه اینکه بهم تهمت قتل بزنه. بررسی دوربین‌های مداربسته مقابل بانک ادعاهای مریم و مبنی بر دزدیده شدنش توسط کریم و شیرین ثابت میکنه و گزارش پزشک قانونی هم تایید میکنه مشکل پاهای مریم به دلیل سقوط از ارتفاع و مداوای اشتباهش بوده. به علاوه اینکه آثار ضرب و شتم سنگین روی بدن مریم وجود داشته و حتی پارگی مقعد نشون میداد که تجاوزهای کریم به بیرحمانه ترین شکل ممکن بوده. طبق تحقیقات به عمل اومده، تمام شواهد نشون از این دارن که کریم مریم و دخترش رو حدود 6 سال حبس کرده بوده و مورد آزار جنسی قرار میداده. اما این آزارها با نقش شیرین و خواهرش آزیتا که کریم و یه آدم مریض میدیدن، به خاطر برخوردهای تند کریم و همچنین رسیدن به پول و سرمایه‌ای هنگفت، در آخر به قتل کریم ختم میشه. یه قتل حساب شده که نقشه اون و شیرین و آزیتا میکشن و توسط شلیک‌های رضا و سیاوش تو شب حادثه اجرایی میشه تا اینگونه به نظر بیاد که انگار مریم بعد آزادیش قصد انتقام گیری از کریم داشته و افرادی رو برای این کار اجیر کرده و قتل گردن مریم بیفته. مریم در حال حاضر 2 ساله به اتهام دروغین معاونت در قتل تو زندان به سر میبره و ریاحی، وکیل پرونده مریم، تو مصاحبه‌ای به خبرگزاری شرق گفته این پرونده با صدور کیفرخواست برای 5 متهم به دادگاه کیفری اهواز ارجاع داده شده. 2 مردی که برای قتل اجیر شده بودند با عنوان متهم ردیف اول و دوم، همسر کریم با عنوان مباشرت در قتل و خواهر همسر مرحوم و همچنین مریم به عنوان معاونان در کیفرخواست ذکر شدند. در این میون وکیل اولیای دم سندی مبنی بر ازدواج موقت بین کریم و مریم ارائه کردند، در حالی که مریم در عقد دائم شخص دیگه‌ای بوده و شوهر داشته و این عقد در صورت حقیقی بودن باطله. ریاحی همچنین گفته موکلم به صراحت اعلام کرده کریم اونو تو کفترخونه محبوس و زنجیر کرده بوده و ازش سوء استفاده جنسی میکرده. حتی با دختر صغیرش هم رابطه نامشروع داشته که شواهد اون موجوده. با وجود مدارکی که مریم به دادگاه ارائه کرده بود و اثبات این که کریم چه کارهای وحشتناکی با مریم و دخترش انجام داده بود، مریم هم به دلیل تماس‌های تلفنی اخیرش با آزیتا و شیرین به خاطر فرضیه همدستی در جنایت هنوز تو زندان سپیدار اهواز در حبس به سر میبره. در پایان ممنون میشم نظر خودتون رو با ما به اشتراک بذارید و اگه تا انتهای پرونده همراه ما بودید، برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید، صفحمون رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید تا از ویدیوهای بعدی ما جا نمونید و اولین نفری باشید که از اونا مطلع میشید. تا پرونده بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم.